تورنمنت بزکشی میان 10 چاپانداز از همه ولایت‌های کشور در چمنزار شیوه ولایت بدخشان برگزار شد. در این تورنمنت ملی رئیس فدراسیون بزکشی، نیزه‌بازی و ورزش‌های محلی کشور با شماری از مسئولان حکومتی ولایت بدخشان و صدها تن از باشندگان از ولایت‌های گوناگون کشور شرکت نموده بودند. رئیس فدراسیون بزکشی کشور میگوید که این تورنمنت برای 5 روز ادامه دارد و در بخش رشد ورزش محلی بزکشی در کشور نقش ارزنده دارد. ما با مردم بدخشان وعده کرده بودیم که شیوه یک جای تاریخی بدخشان است و بدخشان هم یک ولایت دوردست افغانستان است و بسیار مردم ورزش پرور و مردم خوب است. ما به خاطر اما وعده کرده بودیم که امی بزکشی را در شیوه پس شروع می‌کنیم که شما شاهد حال هستین که بعد از دیر مدتی را این سال با تاریخ 10 جوزا برگزار کردیم تا 15 جوزا را ادامه دارد. چاپاندازا از کل افغانستان اشتراک کرده، از سمت شمال کل چاپاندازا اشتراک کرده. از کوئی چیزا از خود بدخشان است که در این فصل در شمال یا دیگر ولایت‌ها گرم است، اسباش آماده به بزکشی نیست و شیوه اصولش که باز متاسفانه اگر وقت میگرفتیم شیوه خنک است. جا میبینیم که پویا برف داره، به خاطر تاریخ 10 جوزا گرفتیم که از کل ولسوالی‌های بدخشان اسباش اشتراک کرده و چاپاندازا از کل افغانستان است. در همین حال چاپاندازان از برگزاری این تورنمنت خرسندی می کنند و خواهان برگزاری بیشتر همچون مسابقات و رشد ورزش بزکشی در کشور هستند. ما شرکت کردیم، گرچه نوختر هم رسیده بودیم، از بزکشی زیاد لذت بردیم. دمی دفعه اخیر رفتیم نوختر هم که بودیم گت کردیم، بسیار لذت زیاد 70% لذت بردیم. ان شاء الله که در دفعه بزکشی بعدش گتکنی بعدش نبود 100% لذت میبریم که جا زیبا، منظره زیبا، تماشاچی‌ها زیاد، امنیت برقرار، بسیار مردم خوب، بسیار منطقه نوزانی، بسیار پر لذت. امید ما همیست که همه آرامی را اولش میخواهیم که ما بسیار همه آرامی را میخواهیم که این ورزشکارای ما در هر جای مسابقه بدن، در هر ولایتی برای مسابقه بدن. تقاضای ما همین حکومت افغانستان همیست که همه آرامی را در محیط منطقه بیارن که ما با برادرها و دوستای خود بسیار یک علاقمندی کنیم، یک سیل تماشای خود کمایی کنیم. از سوی هم تماشاچیان از برگزاری این مسابقه بزرگ در فضای امن استقبال میکنند. باندې بزکشي ده دلته او د چې خلک ډېر مهمان نوازه دي، آب و هوای اکسیجن یې ډېر پاک ده او بس ډېر ښه تېرېږي. مزار شریف آمدیم و می شیوه به خاطر بزکشی میله آمدیم که یک سفری هم آمدیم. همین منطقه رو نابلد بودیم، چندین سال شد آمدنی بودیم نامدیم. همین سال یک ذره آرامی بود، منطقه امنیت بود، به خاطر از این یک دیدن آمدیم که این منطقه رو یک ببینیم. این نخستین مسابقه بزرگ بزکشی است که پس از چندین سال با اشتراک چاپاندازان از همه ولایت‌ها در بدخشان برگزار می شود و به گفته مسئولان فدراسیون بزکشی در آینده نزدیک این مسابقات را بیشتر برگزار می کنند. بیگ محمد احمدی، رادیو حریت، بدخشان.